جلسه 13 در مورد ویروس کرونا. الحمدلله رب العالمین و صلاة و السلام علی سیدنا سید الانبیاء والمرسلین و علی آله و صحبه اجمعین. دوستان زن گرامی، متاسفانه خبرهایی که به نسبت ویروس کرونا و مرگ میری که در کل جهان به نسبت این مشکلات داره گزارش میشه، خیلی ها را به وحشت انداخته. وحشت از موت، وحشت از مرگ، وحشت رفتن از این دنیا، چیزی که از قبل هم برای ما مقدر هست. وقتی الله متعال از طرف نبی خود به ما خبر دادن که 4 چیز را در شکم مادر ما برای ما مقدر کردن، ترس از این ویروس کرونا معنایی نداره. در شکم مادر ما 4 چیز الله متعال مقدر کرده که یکی از اونها موت هست. مرگ ما را الله متعال مقدر کرد و خود فرمودن الله جل جلاله در کلام پاک خودش: ولن یؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها. فرمودن ولن یؤخر الله، هرگز الله متعال تأخیر نمیاندازه. چه چیزی را؟ ولن یؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها. وقتی کسی مهلتش پر شد، وقتی که مقدر بود از طرف الله جل جلاله بر حیات و زندگی این شخص، وقتی این وقت مقدر پر شد، الله متعال فرمودن ولن یؤخر الله، هرگز الله متعال این را تأخیر نمیاندازه. لذا دوستان، مرگ مقدر هست. از مرگ ما کجا میخوایم فرار کنیم؟ وقتی اون ساعت مقدر و لحظه مقدر و روز مقدری که الله متعال برای ما مقدر کرده اون حتما خواهد آمد، در اون لحظه ما سعی کنیم با ایمان باشیم، با قرآن باشیم، با نماز باشیم، با دین باشیم، با حجاب باشیم. چرا که نبی خدا فرمودن کما تحیون تموتون، همینطوری که شما در چه حالی دارین زندگی میکنین همونطور شما خواهین مرد، و کما تموتون تحشرون، و همونطور که شما از این دنیا میرین به هر حالتی که شما مرگ بر سراغ شما میاد، به همون صورت هم شما را فردای قیامت از قبرها بیرون خواهند آورد. لذا اون چیزی که باید ترسید اینه که ما مبادا بی نماز از این دنیا بریم، بی حجاب از این دنیا بریم، با ظلم از این دنیا بریم، با رباخاری از این دنیا بریم، با معصیت از این دنیا بریم. مرگ را دیگر چاره ای نیست. ما خلاصه بر سر ما خواهد آمد، ما کجا میخوایم فرار کنیم؟ وقتی مقدر الله متعال وقتش و لحظهش برسه، با کرونا باشه، با تصادف باشه، با سکته باشه، هر چیزی که الله متعال مقدر کرده ما خواهیم رفت. قل ان الموت الذي تفرون من فانه ملاقيكم. این اعلان الله جل جلاله تا قیامت همینه. ما را از مرگ خلاصی نیست. قل ای رسول خدا بگو، قل ان الموت الذي تفرون من، بگو ای رسول خدا اون مرگی که شما از اون فرار میکنین کجا ما میخوایم بریم؟ فانه ملاقيكم، اون مرگ الله متعال فرموده خود شما را ملاقات خواهد کرد. اون خود دنبال ما هست، برای ملاقات ما او را مأمور کردن، اون حتما خواهد آمد. مطابق بحث سر اینه که بعد از اون را باید ما فکری بکنیم. ثم تردون الى عالم الغیب والشهاده، بعد از مرگ شما را بازگردانده میشه شما به طرف اون الله، اون ذاتی که از آشکار و نهان خبر داره. بعد از اون ثم ينبئكم بما كنتم تعملون، بعد الله تعالی فرمودن شما را از تمام کارهایی که شما کردین ما شما را با خبر میکنیم. لذا دوستان، از مرگ جای فراری نیست. از کرونا نترسین، از خالق کرونا باید ترسید. از مرگ، حالا من نمیگم نمیشه انسان از مرگ نهراسه، ولی این که ما با بدون ایمان، بدون حجاب، بدون اسلام، بدون قرآن رفتن از این دنیا، این چیزی بسیار خطرناکیه. مرگ در هر صورت خواهد آمد. اینما تکونوا یدرککم الموت، الله تعالی فرموده اینما تکونوا، شما هر کجایی که باشین، ولو کنتم فی بروج مشیده، در برج های بسیار بالا، همون جایی که دیگه خیلی جای محفوظی معلوم میشه، اون بالاها دیگه ظاهرا هوا هم خوبه، بسیار همه چیز عالیه، هر چیزی که شما میخواید اونجا هست، ولی باز الله متعال فرموده اینما تکونوا، شما هر کجا که باشین ولو کنتم فی بروج مشیده یدرککم الموت، موت بر سر شما خواهد آمد. لذا دوستان اینه که به نسبت این موضوع هراسان نشیم، خودمون نبازیم.
جبران گذشته ها را بکنیم، جبران معافات را بکنیم به نسبت نمازمون، به نسبت حجابمون، به نسبت چیزهایی که میشنویم و میبینیم و گوش میکنیم و خلاصه به نسبت مجالسی که در اونها شرکت میکنیم. از گذشتگان هر آنچه که ما میدانیم که گناه بوده از همه اینا توبه بکنیم و اگر احیانا مرگ در هر صورت خواهد آمد با کرونا بی کرونا، اگر احیانا هم با کرونا مرگ بر سر ما آمد، این نعمتی از طرف الله جل جلاله برای مؤمنان هست، برای مؤمنات هست. چه کسی گفته؟ نبی خدا صلی الله علیه و آله مژده دادن. حضرت عایشه رضی الله عنها در حدیثی فرمودن، حضرت عایشه رضی الله عنها میفرمایند که از رسول الله صلی الله علیه و آله پرسیدم در مورد طاعون که این عذاب فراگیر، همین وبای امروز، همین کرونای امروز، همون طاعون زمان قدیم، یا رسول خدا این چطور چیزیه؟ چیز خوبی هست؟ چیز بدی هست؟ این بر چه مبناییه؟ نبی خدا فرمودن که بله، انه عذاب، این طاعون، این وبا یا این کرونا عذابی هست یبعث الله علی من یشاء، که الله متعال بر هر کسی که بخواد این عذاب را چکار میکنه؟ نازل میکنه. به این تبلیغات دروغین چین و اینا که بله ما جلوی کرونا را گرفتیم و فلان کردیم، ول کنیم موضوعات را. کسی جلودار عذاب الله جل جلاله نیست مگر توبه، مگر اون ذات خودش اینها را از سر ما دور نکنه. همین دارن دروغ میگن که ما جلوی این را گرفتیم، فلان کردیم، این ور کردیم. نه خیر آقا، کسی جلودار عذاب الله جلاله هیچ کسی نمیتونه باشه. حالا در آینده انشالله گندش خوب در خواهد آمد انشالله. گند همین مثلا آمارهایی که داره چین میده که مثلا چقدر مردند و چقدر ماندن، حالا در آینده مشخص خواهد شد. بعد بله نبی خدا اینجا فرمودن انه عذاب، عذابی از طرف الله جل جلاله یبعث الله علی من یشاء، الله تعالی بر هر کسی که بخواد این را نازل میکنه. و فرمودن که و ان الله جعله رحمتا للمؤمنین، این عذابی آمده، وقتی که عذاب بیاد دیگه خوبه، بعد همه را با هم میزونه. حضرت عایشه رضی الله عنها در حدیث دیگری فرمودن که یا رسول خدا آیا در میان ما خوبان هم باشند باز عذاب خواهد آمد؟ فرمودن که بله عذاب خواهد آمد، اما حساب کتاب فردای قیامت جدا هست. فرمودن که بله این عذابیه، این طاعون، این وبا یا کرونای امروزی که اسمش را عوض کردن، فرمودن نبی خدا که بله این عذابی است که الله متعال بر هر کسی که بخواد این را نازل میکنه، میفرسته. و ان الله جعله رحمتا للمؤمنین، الله متعال این را برای مؤمنان، زنان مؤمن و مردان مؤمن، این را یک رحمتی قرار داده. از چه مبنایی؟ بله نبی خدا فرمودن لیس من احد یقع الطاعون، هر کسی که بر او این طاعون واقع بشه، این وبا واقع بشه، این کرونا واقع بشه، او را کرونا بگیره، طاعون بگیره، وبا بگیره، نبی خدا فرمودن فیمکث فی بلده صابرا محتسبا، پس اون شخصی که کرونا گرفته یا طاعون گرفته یا وبا گرفته در شهر خودش بمانه، صابرا، در حالی که صبر کننده است که از طرف الله جل جلاله آمده من ناشکری نمی کنم، محتسبا، به امید ثواب که بله این مشکلی که برای من الله متعال آورده من این را صبر میکنم و از الله متعال امید ثواب دارم. نبی خدا فرمودن که به نسبت اون اعتقاد این شخص یعلم انه لا یصیبه الا ما كتب الله له، این شخص میدانه، یقین داره که اون چیزی بر من رسیده که خدا مقدر کرده. لا یصیبنا الا ما كتب الله لنا، در قرآن آمده قل لن یصیبنا الا ما كتب الله لنا. بگو همینایی که میگن از این هست از اون هست، اینطور میشه اونطور میشه، به اینا بگو که لن یصیبنا، هیچ چیزی به ما نمیرسه الا ما كتب الله لنا، اون چیزی که الله مقدر کرده، مگر اون چیزی که الله مقدر کرده. هو مولانا، اون الله پروردگار ما هست، سرپرست ما هست، هر آنچه بخواد اون میشه. لذا نبی خدا فرمودن کسی که بر او طاعونی واقع میشه، وبایی واقع میشه، یا به نام امروزی کرونای واقع میشه و این شخص صبر میکنه، امید ثواب داره، یقینش بر اینه که یعلم انه لا یصیبه الا ما كتب الله له، اون چیزی که الله مقدر کرده بر او همین شده و چیزی غیر از این نیست. نبی خدا فرمودن الا کان له مثل اجر شهید، که بله بر چنین شخصی به مانند ثواب شهید بو خواهد رسید. لذا چه نعمتی بالاتر از این دوستان گرامی؟ صبر بکنیم، پریشان نشیم، ناراحت نشیم، خود را نبازیم، در خانه حوصله افزایی بکنیم برای خانواده. واقعا این الان فرصتی است. ما کجا کل خانواده با هم جمع می شدیم، پدر می رفت از صبح تا شب سر کار دیگه، عرضم حضور شما که بچه ها می رفتن جاهای دیگه. الان یه موقعیتی فراهم آمده ما همه داخل خانه حوصله افزایی بکنیم با همین تعلیمات دینی، بشینین از فضایل اعمال، از فضایل صدقات، از احادیث منتخبات، از منظر مرگ، یا هر کتابی که
شما فکر میکنید مفید است، بشینیم پدر بشینه، مادر بشینه، خواهر بشینه، برادر بشینه، بشینیم با هم دیگر، کسی اول مطالعه کنه یک حصه ای را و اینو به صورت خوب، به صورت با محبت، با نرمی بشینیم با خانواده تعلیم بکنین، اثرات این را در زندگی خودتون خواهید دید. با این ما بچه هامون تربیت بکنیم. تربیت اولاد با همین چیزاست. شما مثلا فکر بکنین که اگر در خانه ما 2 روز از جن صحبت بشه، فکر کنم کمتر کسی طرف دشتی بره و اون را هول ور نداره که مبادا الان داره میاد. چرا؟ چون 2 روز داره در خانه از جنات صحبت میشه. همینطور اگر در خانه ما صحبت خدا و رسول خدا و جنت و جهنم و نماز و آداب و احترام و از این گونه موارد دوستان اگر صحبت بشه، به برکت این فرزندان ما دیندار خواهند شد و به برکت دینداری دنیا و آخرت ما آباد خواهد شد. لذا در خانه حوصله افزایی بکنیم، فرزندان را سرشون داد و غال فریاد نکشیم، محبت بکنیم. بچه هستن دیگه داد و غال میکنن، فریاد میکنن، مخصوصا برای زنها دیگه خیلی مشکله. برای همین که چون از صبح تا شب با اون هستن، باز حالا ما مردا دیگه میریم توی اتاق میگیم شلوغ نکن فلان نکن، ولی برای زنها دیگه خیلی مشکله. لازم حوصله افزایی بکنیم، تعلیم بکنیم و انشالله امید است الله متعال این عذاب را از سر ما برداره. و اگر احیانا اگر هم آمد، خب آمد دیگه، چیکار بکنیم؟ صبر میکنیم. اگر مقدر الله جل جلاله بود که ما از این دنیا انشالله با ایمان برویم، ثواب شهید انشالله به ما خواهند داد. نه اگر مقدر هم نبود الله متعال این مشکلاتی که این مریضی هایی که بر سر ما آمده یا خواهد آمد، این را سبب رفع درجات و کفاره گناهان و خواهد یافت. الله تعالی به همه توفیق بده که از این دنیا با ایمان بریم. در قرآن آمده الله تعالی فرمودن که فلا تموتن الا وانتم مسلمون، شما نمیرید مگر اینکه شما مسلمان بمیرید. یعنی اینکه شما در حالت مسلمانی زندگی کنید، با قرآن زندگی کنید، با نماز زندگی کنید، با حجاب زندگی کنید، با حلال زندگی کنید، از هر آن چیزی که هست، تا که اگر احیانا مرگ هم بر سراغ شما آمد شکار بشه، در همون حالت مسلمانی بر سر ما مرگ بیاد. از همین تلویزیونی که در خانه گذاشتیم دقت بکنیم، هر آن چیزی که از این میبینیم و میشنویم و فرزندان خودمون را با این مشغول میکنیم، ببینیم واقعا مطابق قرآن هست، مطابق سنت هست، مطابق دین هست که فبها، وگرنه باید از همین موارد هم 100% باید توبه کرد. الله تعالی به همه توفیق بده و السلام علیکم و رحمت الله. یک نکته دیگر هم هست که زیاد با فضای مجازی نپیچیم، بشینیم کتاب بخونیم. فایده‌ای که در کتاب هست در چیز دیگری نیست. فایده‌ای که در تعلیم دینی هست در چیز دیگری نیست. بهترین چیز که ما رو میتونه سرگرم میکنه ترجمه قرآن هست، ترجمه احادیث هست، کتاب‌های مفید از علمای ربانی هست که اینها هم اوقات فراغت ما را پر خواهند کرد و هم سبب برکت دنیا و آخرت ما خواهند شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.